سلام به دوستای عزیز من تو چنل یوتیوب فال استارسات. حالتون چطوره؟ وقتتون بخیر. امروز اومدم با یه فال دیگه به اسم ذهنخوانی معشوق. شاید خیلی اوقات برای خودتون فکر کنید که تو ذهن معشوقتون چی داری میگذره، یا اگه رفته چه خبره، چرا نیستش، یا نسبت به شما چه فکری داره. خب میخوام امروز اومدم براتون این فال رو شروع کنم، براتون بگم. خب نیت کنید. قبل از اینکه بخوام براتون فالتون رو بگم، ازتون میخوام که این چنل رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید برای دوستانتون تا من انرژی بگیرم و براتون فالوی بیشتری رو بگیرم. و در ضمن برام کامنت های انگلیسی بذارید، کامنت لاو بذارید که حداقل من بدونم که چقدر نسبت به معشوقتون نظر دارید تا من بدونم که فال های بیشتری براتون بگم. راستی چند وقت معشوقت نیست؟ میخوای بدونی که تا الان چه فکری نسبت بهت میکرد؟ فروردین ماهی شروع کن. نیت کنید من براتون شروع کنم از فروردین ماهی معشوقت نسبت بهت چه فکری داره و چی میخواد. من دارم میبینم توی اینجا فروردین ماهی عزیز معشوقت عاشقته، ولی توی این مدت انقدر ذهنش درگیر خانوادشه و همچنین تو نمیخواد نه جلوی تو کم بیاره نه جلوی خانواده خودش. داره به یه جوری حمایتش میکنه. اگر معشوق شما متولد سال گاو یا متولد مرداد ماه، شهریور یا برج اسد هست، برای شما خبرهای خوش از سمت معشوقت هست که شما رو از نگرانی دور میکنه و بهت اثبات میکنه که دوستت داره. خودت هم میدونی، اما نمیدونم چرا گاهی اوقات فکر میکنه که داره یک عواملی اینو از تو دور میکنه. اصلا همچون چیزی نیست، نگران نباش، به زودی روابطت باهاش تنگاتنگتر هم خواهد شد. بریم برای متولد اردیبهشت ماه. ذهن معشوقت نسبت به تو چی میگذره؟ اردیبهشت ماه عزیز، معشوقت مدتی نگرانه، دوستت داره. اگه قدم پیش نمیذاره به خاطر اینکه یک بدهی داره به شخصی، به جایی که باید این بدهی رو حلش کنه. میدونه که اگه بخواد برگرده با دست خالی نمیتونه، یه جورایی تو رو راضی کنه، چون یه جورایی انگاری جلوی شما خب منم زیاد داشت و الان یک جورایی انگاری رابطه مالی با خودش به هم ریخته است. با سیاست برخورد میکنه. سعی کن بهش محبت کنی، تماس تلفنی بهش بده، یه جورایی که انرژی بهش بدی، نه اینکه بگی من میدونم که تو مثلا این مشکل مالی رو داری. اصلا بهش چیزم، ولی اینو بهت بگم که به زودی انشاءالله تا 5 وعده دیگه مشکل مالیش حل میشه، یا تا 15 شهریور حتما به سمتت برگشت داره. بریم برای متولد خرداد ماه. در ضمن معشوقت عاشقته اردیبهشت ماه عزیز. بریم برای متولد خرداد ماه عزیز. از اون اول دارم میبینم که شیر برات اومده. این نشون دهنده خیلی عالی که معشوقت تو رو میپرسته و داره بر دنبال اینه که برات یک هدیه رو فراهم کنه. نمیدونم تولدت، جشنت، یک چیزی که هرچی از دیوانوار به سمتت معشوقت داره حرکت میکنه. دوستت داره معشوقت. اگه تو اسمش ر، الف و دال تو اسم یا فامیلیش داره، برات خوشی و خوشحالی، خوشبختی دارم میبینم و خصوصا سین و هدایا، کادو دادن رو. شکر خدا از همه لحاظ برات خوبه. قدم میخوای ببینی برات برمیداره یا نه؟ برات انشاءالله تا 51 روز دیگه قدم برداشتن به سمت تو رو دارم میبینم. یعنی از لحاظ احساسی، یعنی میخواد مثلا قدم برداره که بیاد برات پیشنهاد ازدواج بده یا خواستگاری، یه حرفی از بحث همخوانی شدن برات دارم میبینم. خب بریم برای
تیر ماهی عزیز، ببینیم معشوق نسبت به شما چه فکر و احساسی داره. تیر ماهی عزیز، مدتیه دارم میبینم معشوقت ازت کناره گرفته، کلافه است و با حرفی باعث شده که حتی یعنی خودش انگاری باعث شد یک جورهایی رابطه رو کم رنگ کنه. نگران نباش، این حتی الان با خانواده خودش هم رابطه خوبی نداره، یعنی با هیچ کس، هیچ خانومی دورش نیست، هیچ آقایی دورش نیست. اگر چه برای آقا داری میگی چه برای خانم داری میگیری، میخوام ببینم که هیچ رقیبی نداری. نگران نباش، فقط ذهنش درگیر کارهاش، کلافه است و یک چیزی بابت تحصیلش، یک مدرک تحصیلی، یک چیز، حالا هرچی که هست برات فوق‌العاده عالی دارم میبینم. نگران نباش، هرچی هست این مشکل رو حل میشه، ولی الان این مشکل رو نمیبینم حل شدنش رو. به احتمال زیاد در 7 مهر ماه یا 7 روز مونده به مهر ماه و به سمتت برگشت خواهد داشت انشاءالله. برای یه مرداد ماهی عزیز، مرداد ماهی عزیز، معشوقت نسبت بهت چه حسی داره؟ معشوقت عاشقته، گاه هم با هم دعوا دارین، آشتی دارید، دعوا دارید، آشتی دارید، بهونه گیری و بیشترین بهونه گیری هم از سمت خودت دارم میبینم. بهش شک و تردید زیاد میکنی. میگم این شک و تردید رو ازش دور کن. و خصوصا دارم میبینم که انگاری حرفت رو داری به کسی میزنی که داره زیر پات رو میکنه. یک شخصی در فضای مجازی حرفی رو داری بهش میزنی که احتمال اینکه از اون شخص به ضربه بخوره خیلی زیاده. حواست رو بهتره که جمع کنی، چون اشخاصی هستن که دنبال ضربه زدن در فضای مجازی بهت هستن. احتمال داره این ضربه برات سنگین تمام بشه، مراقب باش. انشاءالله که ختم به خیره، ولی خب این معشوق شما فعلا نیست، ولی به احتمال زیاد تا 42 روز دیگه به سمتت برگشت خواهد داشت. متولد شهریور ماهی عزیز، معشوقت شیطنت معشوقت رو با چندین نفر دیگه دارم میبینم که انگاری داره برای خودش چندین نفر دیگر رو هم داره باشون صحبت میکنه و در کنارش این انگاری رد و بدل مالی داره میشه که از دیگران پولهای مختلفی رو داره میگیره. یعنی یه جوری خود شما رو هم ساده فرض کرده و متاسفانه جالب نمیبینم، خیانت دارم میبینم از سمت ایشون. یعنی معشوق هم نیست، شما عشق یه طرفه دارید نسبت به ایشون که چند وقتی یک چیزهایی رو شک کردی، متوجه شدی، اما بهتره که، ولی اینو بگم کیس دیگه ای توی زندگیت وارد میشه که نسبت بهت اون شخص وفادارتر خواهد بود انشاءالله. برای متولد مهر ماهی عزیز، کیس احساسیت، عاشقت، دوستت داره، یه قدم به سمتت برمی‌داره، اما شما بیشتر نیاز داره که شما بهش محبت رو ابراز کنید. دقت کنید دوتاتون خونه هاتون شبیه همه، یا با هم در یک منزل زندگی میکنید، یا اگر هم چیزی نشون دهنده این که تو فکر اینه که یه خونه مهیا کنه. یعنی این 100% با شما ازدواج میکنه و در یک فصل دیگه، نشون دهنده فصل بهاره. اینجا نگاه کنی فصلی که هنوز برگ‌ها زرده، یعنی مت پاییز، ولی در فصل بهار شما ازدواج کردن و سر خونه زندگی رفتن رو 100% خواهید داشت انشاءالله. خوشبختی در خونه تو زده، انشاءالله به موفقیت 100% خواهید رسید. برای متولد آبان ماهی عزیز، آبان ماهی عزیز، کیس احساسیت چه فکری نسبت بهت داره؟ کیس احساسیت دوستت داره اما با سیاست برخورد میکنه، میترسه که زیاد بگه دوستت دارم، چون فکر میکنه از دستش فرار کنی یا دور بشی. مواظب باش،
کیس احساسی اینم بهت بگم کیس احساسی سمت نیست، یک اعتقادات خاصی داره و هیچ وقت خودش رو خراب نمیکنه، سعی میکنه خوب باشه که تو هم براش خوب باشی، کارما بهش جواب میده. یعنی جوریه که دوست نداره که مثلا خودش خطایی کنه، چون مطمئنه که این خطا به سمت خودش هم برمیگرده. عاشقت پولی دارید فراهم میکنید، راه دوری رو قراره با هم دیگه برید، قصد ازدواج براتون دارم میبینم، اما فعلا کنار هم موندن هست کنم، تا 2 سالی کنار هم پایدار میمونید و بعد ازدواج دارید با هم دیگه انشاءالله. حالا برای آذر ماهی عزیز ببینیم که احساسی شما، ذهنخوانی معشوق شما نسبت به شما چی میگه. آذر ماهی عزیز کیس احساسیت احساس میکنم کنارت، ولی گاهی اوقات خودت خیلی جبهه میگیری نسبت به کیس احساسی. سخت نگیر، سختگیری‌های مالی باعث میشه خودت رو خراب کنی. کیس احساسیت از تو دور بشو نیست و بهتره که بهش خیانت نکنی، فکر دیگه یا تهدید کنی که اگر تو فلان کار بکنی منم فلان کار میکنم. اون هیچ اشتباهی نمیکنه و با هیچ کس دیگه ای نیست، فقط خودت توی زندگیش هستی. در ضمن جشنی هم دعوت میشین، اگرم یه بحث بینتون کدورتی هم هست به زودی برطرف میشه. برای دیما خب دیمای عزیز، کیس احساسی شما اگه باهات قهر کرده توی محیط کاری شما هم هست، با هم 100% آشتی خواهید داشت. کیس احساسی دوست داره، شما فقط بیشتر حواست تو محیط کارت هستش. کیس احساسی تو محیط کاریت اینجوری که دارم میبینم که تا 7 روز دیگه با هم دیگه آشتی خواهید داشت، قدم گذاشتن کنار هم دیگه خواهید داشت و پایداری شما رو کنار هم میبینم. خرید خونه هم دارم میبینم، یک ملکی، یک خونه ای دارید میگیرید که با هم دیگه زندگی کنید. برای بهمن ماهی عزیز کیس احساسی بهمن ماهی عزیز عاشقان شما رو دوست داره. اگه گاهی اوقات میاد بهت میگه دست و بالش تنگه و خالیه، فکر نکنه از تو پولی میخواد، یا اگرم میاد بهت بیان میکنه مطمئن باشی مشکل به زودی حل میشه. احساس میکنم شما که متأهل هستید یا هرچی که هست، یک پیروزی 100% کنار هم خواهید داشت. یه خوشحالی از جانبی که بچه داریم، بچه دار شدن براتون دارم میبینم که فوق‌العاده عالیه. داره به سمت قدم هم داره و به احتمال زیاد در اواخر آذر ماه اگر مجرد هستی خواستگاری کردن از سمت ایشون برات دارم میبینم. 12 آذر ماه. بریم برای متولد اسفند ماه. اسفند ماه عزیز، ببینیم کیس احساسی شما چی نسبت به شما، چه فکر نسبت به شما داره. اسفند ماه عزیز، معجزه پشت معجزه، حمایت های خداوند. احساس میکنم شما تنها هستید، کیس احساسی شما گذشته رفته، پشیمانی دارم بعد میرم یا خبرهای دور. تماس تلفنی از سمت کیس احساسی شما بهتون میشه که میخواد شما رو ببینه و شما فکر میکنید داره بهت خیانت میکنه، میگه نگران نباش. بعد از یک سفر رفت و آمد که بره و بیاد شما با هم دیگه آشتی خواهید داشت. یعنی خودت بهتره که فراموش کنی، نگران نباش. وقتی شما فراموشش میکنی ناخودآگاه این کارما برمیگرد به سمت این و ایشون به شما فکر میکنه. نگران نباش، 100% به سمت برگشت خواهد داشت. دوستای عزیزم که از این کانال یوتیوب اومده بودین، چنل یوتیوب، حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. عاشقتونم، دوستتون دارم. امیدوارم که رضایت کافی رو داشته باشین. خدا نگهدار.